شرکتی IT لیوا در جمهوری تاجیکستان برای ختم کنندگان دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی در یارمارک انتخابی متخصصان ارزنده بیش از 400 جایهای خالی کاری پیشنهاد نمود. این شرکت اساساً از روی اختصاص‌های برنامه‌ساز و دیزاینر ختم کنندگان با استعداد را با جای کاری دائمی تامین می‌کند. خسرو عظیمی نماینده شرکتی لیوا میگوید معاش میانه کارمندان 2000 سومانی را تشکیل می‌دهد. این شرکت سال گذشته نیز در یارمارک انتخابی متخصصان ارزنده که در دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان برگزار شده بود شرکت نموده نزدیک 40-50 نفر ختم کنندگان دانشکده را با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین کرده بود. اساساً شرکتی ما این شرکت آوتسورس است. ما با دیگر شرکت‌ها خدمت‌رسانی پیشنهاد می‌کنیم. خدمت‌رسانی آیتی، IT، مرکز تماس و دیزاین. مثلا یگان شرکت است می‌خواد خودش به مرکز تماس کشاید، لیکن نمی‌دونه چه خدمت کشودن لازم. شاید وقتش نمی‌رسد، شاید نمی‌دونه چه خدمت کشودن لازم. با ما مراجعت می‌کند. ما کاری واقعی گفته خودمون پیش می‌بریم. در یارمارک انتخابی متخصصان ارزنده که سنه 15 می در دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان برگزار شده بود بیش از 90 کارخانه و تشکیلات‌ها جایهای خالی کاری پیشنهاد نمودند. چون این یارمارک با مقصد با جای کاری تامین نمودن ختم کنندگان دانشکده همه ساله تشکیل کرده می‌شود. مسئولین دانشکده تاکید نمودند که سال گذشته دانشکده را بیش از 700 نفر ختم کرده. طبق معلومات‌های آماری زیاده از 96% ختم کنندگان صاحب جای کاری دائمی گردیدند. از جمله طریق یارمارک انتخابی متخصصان ارزنده باشد بیش از 100 نفر ختم کنندگان دانشکده صاحب جای کاری دائمی شدند. سال روان دانشکده را 906 نفر از آن جمله 744 نفر بکالور، 39 نفر ماجستراتوره و 123 نفر شعبه فاصلوی را ختم خواهند کرد. باید قید نمود که سال جاری در دانشکده باز اختصاص‌های نوی جوابگو به طلبات بازار زمان معاصر گشوده شده‌اند. امسال دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی را بیش از 900 نفر دانشجویان از روی 29 اختصاص ختم نمودند. سردار مرکزی مرتبه دانشکده خالق میرخالقов تاکید کرد که با تشکیل یارمارک انتخابی متخصصان ارزنده کارخانه و تشکیلات‌ها بیش از 90 نفر ختم کنندگان را برای با جای کاری دائمی تامین نمودن انتخاب کردند. مسئولین تشکیلات و کارخانه‌ها بعد چند مدت این ختم کنندگان را برای صحبت و فهمانیدن شرایط کاری به شرکت خود دعوت می‌کنند. سال پنجم است که ما همین کار را هر سال تشکیل می‌نماییم. در آخری فصل من این خوانش که حاضر و تقسیمات ختم کنندگان گذشته ایستاده است به جای کار، همین رو ما همین تشکیل می‌کنیم. دانشجویان هم از تشکیل و برگزاری چنین یارمارک اظهار خوشنودی نمودند، زیرا بنا به گفته آنها این اقدام امکان می‌دهد که ختم کنندگان دانشگاه سری وقت به خود جای کاری و معاش خوب پیدا نمایند. در این صورت صف مهاجران مهنتی نیز از حساب جوانان تاجیک تا جای کم کرده می‌شود. هدف برگزاری چنین یارمارک جایهای کاری خالی و انتخاب متخصصان ارزنده در دانشکده این دستگیری عملی ختم کنندگان و تامین کردن ختم کنندگان با جای کار مناسب و موافق می باشد. یارمارک انتخابی متخصصان ارزنده در دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی سال پنجم است که تشکیل کرده می شود. هدف کاهش دادن صف مهاجران تاجیک و سری وقت با جای کاری دائمی تامین کردن ختم کنندگان دانشکده محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه